دقیقاً 13 سال پیش توی همچین روزی اتسیو آدیتور زیر دست خودمون بزرگ شد. یعنی از بچگی تا پیری شاهد کل زندگیش بودیم و همه فراز و نشیباشو با هم طی کردیم. اول زندگیش پسر جوان بود که با خانواده‌اش تو آرامش زندگی میکرد. یه بچه لوس از یه خانواده پولدار. بعد از اتفاقایی که تو ادامه زندگیش برای اتسیو رخ داد و پدر و برادر چلو چشش اعدام شدن، هم برای اتسیو هم برای ما صفحه جدیدی باز شد. یه صفحه به وسعت یه عمر. قبل از ورود عمیق به زندگی اتسیو یه نکته جالب در مورد اسمش هست. اونم اینه که اسم کاملش اتسیو آدیتور دا فرنزه هستش. دا فرنزه شهر محل تولد اتسیو هستش که خب همه میدونید تو فلورانس به دنیا اومده. آدیتوره به معنای شنونده است که معمولا اون دوره به قاضیان این لقب داده میشد. اسم خود اتسیو هم از یک کلمه لاتین یعنی آیتوس که به معنی عقابه میاد. معنی اسمش اونجای جالب میشه که میفهمیم معنی اسم آلتایر هم به معنی شخصی که پرواز میکنه. یعنی هم با آلتایر هم با نماد اساسینا که عقابه رابطه مستقیم داره. اول ویدیویی که گفتم زیر دست خودمون بزرگ شده بود به خاطر این بود که هر چقدر داستان جلوتر میرفت اتسیو از یه آدم معمولی به یه لیدر بالغ و پخته تبدیل میشد. اصلا به نظرم دلیل به یاد موندن شدن اتسیو همین بود که هر مرحله از زندگیشو با تمام وجود حس کردیم و کنارش بودیم. مثلا یه نکته خیلی ریزی تو مراسم وارد شدن اتسیو به فرقه اساسینا وجود داشت. تو همه سری‌ها دیدین که هر کس می‌خواست وارد فرقه بشه باید یکی از انگشتاشو قطع می‌کرد که تو این صحنه می‌بینیم داوینچی همچین کاری با اتسیو نمی‌کنه و فقط با یه انبر داغ دست اتسیو رو علامت‌گذاری می‌کنه که هدف بازی اینجا نشون دادن پیشرفت بشریت بود. اتسیو اینطوری روز به روز بالغ‌تر می‌شد که مثل داستان گیم آف ترونز هر بار یکی از عزیزاشو از دست می‌داد. ولی این باعث نمی‌شد یه حرکت غیر منطقی انجام بده. پر از خشم و آتش انتقام بود ولی صبر می‌کرد و منطقی جلو می‌رفت. از طرفی اتسیو سعی می‌کرد معماهای زندگی آلتایر رو حل کنه و به دنبال اپلاویدن دست بورژیا بود. این معماها نشون میداد که موضوع فقط یه انتقام ساده نیست. اتسیو بعد از گرفتن اپلاویدن یه سخنرانی تاریخی برای مردم میکنه و به اونا آزاد بودن و آزاد زندگی کردن رو یادآوری میکنه. حتی اتسیو وقتی بورژیا رو شکست داد اونو نکشت چون فهمیده بود این کار خانواده‌شو برنمیگردونه. از یه جایی به بعد اعتقاد اتسیو به فرقه‌اش اونو وارد ماجراجویی‌های جدید کرد. اتسیو به عنوان یه لیدر یا منتور شروع به گسترش دادن گروهش کرد و تو ادامه داستان برادرهود فهمید که یک کتابخونه مخفی است که متعلق به آلتایره. با به دست آوردن این اطلاعات داستان اتسیو تو ایتالیا به پایان رسیده بود. به سمت کنستانتینوپولی یا استانبول امروزی حرکت کرد. اونجا متوجه شد که در کتابخونه از 5 تا کلید تشکیل شده و شروع کرد به جمع‌آوری کردن دونه به دونه کلیدا. انگار کل زندگی اتسیو تو این معما خلاصه میشد. بعد از وارد شدن به کتابخونه با اسکلت آلتایر و یه اپلاویدن دیگه روبرو میشیم. وقتی اتسیو بهش نزدیک میشه اونجا میفهمیم که دیگه به پایان سفر خودش رسیده. حتی با زمین گذاشتن شمشیرها و هیدن بلید به ما نشون میده که شخصیت اساسین خودشو کامل کنار گذاشته. اتسیو به اپلاویدن دست نمیزنه و فقط یه بار از قدرتش برای ارتباط گرفتن با دزموند استفاده میکنه و تمام سوالای دزموند رو جواب میده. اتسیو اونقدر مورد علاقه گیمرها بود که ماجرای زندگیش از لحظه تولد تا بازنشستگیش برای هیچ کس کافی نبود و همین باعث شد داستانش ادامه پیدا کنه. سال 1515 اتسیو و سوفیا بعد از ازدواج کردن توی توسکانا شروع به زندگی کردن. 2 بچه به اسم فلاویا و مارسلو داشتن و اتسیو با لذت بردن از بازنشستگیش تو باغ انگورش خودشو مشغول می‌کرد و با نوشتن خاطرات روزانه‌اش روزاشو می‌گذروند. یه مدت بعد با اینکه بازنشسته شده بود به خاطر استفاده دادن یکی از لیدرها باید دوباره به فرقه برمیگشت. سال 1915 برای اتسیو مشکل تنفسی به وجود میاد. یکی از دوستای اتسیو بهش خبر میده که داوینچی در حال مرگ و باید تو روزهای آخر کنارش باشه. سالها بعد اتسیو تو آخرین روزهای زندگیش به همراه همسر و دخترش برای خرید به فلورانس میرن. از اونجایی که حال خوبی نداشت روی نیمکت میشینه تا خانواده‌اش خرید کنن. بعد رفتن اونا یه مرد جوون کنارش میشینه و بعد از کمی صحبت کردن حال اتسیو بد میشه. با یه نفس عمیق برای آخرین بار به سوفیا و فلاویا نگاه میکنه و تو سن 65 سالگی برای همیشه چشاشو میبنده.